سلام، چطورین؟ امروز میخوام بهتون نشون بدم که چطوری با مأوا یه تفنگ اسباب بازی خیلی باحال بسازیم. فقط با چیزایی که احتمالاً همین الان هم تو خونه دارین. اول یه جعبه مأوایی بردارین. هر چی کلفتر باشه بهتره. تفنگ اسباب بازیتون محکمتر میشه. شکل یه تفنگ رو روی مأوا بکشین. میتونین همینجوری خودتون بکشین یا یه الگو از اینترنت چاپ کنین و روش بکشین. من دوست دارم ساده باشه، پس فقط یه شکل کلاسیک رو میکشم. حالا با دقت شکلتون رو با قیچی ببرین. حالا با دقت شکلتون رو با کاتر ببرین. اگه بچه هستین حتما از یه بزرگتر بخواین تو این قسمت کمکتون کنه. برای بدنه به 2 تا تیکه یکسان نیاز دارین، پس یه دونه دیگه هم بکشین و ببرین. بعد یه نوار بلند مأوایی حدوداً به عرض 2.5 سانت ببرین. این نوار بین 2 تا شکل تفنگ قرار میگیره و به اسباب بازیتون ضخامت میده. نوار رو در امتداد لبه یکی از تیکه های تفنگ بچسبونین. بعد تیکه دیگر رو روش بچسبونین. 1 دقیقه نگهش دارین تا چسب بگیره. حالا برای ماشه یه مستطیل کوچیک ببرین، خم کنینش و داخل قسمت دسته بچسبونین. اگه میخواین خوشگل‌ترش کنین با ماجیک جزئیات اضافه کنین. اگه با رنگ دوست دارین رنگ بزنین. حتی میتونین با لوله کردن یه تیکه مأوا و چسبوندنش به جلو یه لوله تفنگ ساده درست کنین. و همین، شما حالا یه تفنگ اسباب بازی مأوایی خودتون رو دارین. خیلی آسون، خیلی سرگرم کننده و کاملاً بی خطر برای بازی. سعی کنین مدل‌های مختلف بسازین و خلاقیتون رو نشون بدین. ممنون که تماشا کردین و یادتون نره برای آموزش‌های جذاب‌تر سابسکرایب کنین.